نام من هستم محمد علی. این میشه بچه برادر من. این بیچاره را یک دفعه اول در جاغوری درس میخوان، بعد از او تقریبا صنف 7 بود که 8 بود، بعد از او آمد در غزنی. از غزنی کامون شروع کرد، مقصد از غزنی فارغ شد. از غزنی فارغ شد دوباره آمد کابل. کابل آمد سال اول چی بود که در پانتون درس میخوان. ما بخشی زیر یک تو درس میخوانم. یعنی دوباره بیچاره رفت در دمزنگ، بیچاره خدا داد شهید شد. 2 اسد بود بیچاره شهید شد. درسی که عنایت الله میخوان هیچ کس نمیخوان. این درس میخوان که از غزنی آمد در کابل درس میخوان، استادش آمد درس انگلیسی درس میداد. بعد سر استاد اتخاذ کرد، استاد گفت درس از تو مشکل داره. این میخواد قوی بدن درس. از صنف اول تا صنف 12 در غزنی تمام بوده بود، در نمره اول بود.